یک حکومت همه شمول را ایجاد کنه. اجازه بدید که طالبان وقت داشته باشد تا نظام خود را سر سامان بده، اما ما میگوییم هیچ کدام از اینها وکیل صاحب بدون حضور زنان در عرصه اجتماعی و در عرصه سیاست امکان پذیر نیست. نه حکومت هم شمول است. علی اگر توی هم شمول نمی کنی گپ کلش داره. اگر تو میگی افغانستان در بدر کنه بیا بعدم شمول میگی حالش کنیشه. شما فکر میکنید حکومت گروه طالبان در حال حاضر یک حکومت همه شمول است؟ گروه طالبان نه، اسلامی امارت. شما نظام فعلی را یک نظام همه شمول میدانید وکیل صاحب؟ بله شه. تمام اقوام را شما در این نظام سهیم میدانید، شریک میدانید؟ تو بیا اینجا ما و شما پرسان بکنیم که هم شمول است یا نیست. یک هوایی دزمت میکنه مردم اشانون که هم شمول نیست. یه خود دوزی کده، چور کده، چپاو کده، حالی پس میخواه کده این نظام شریک شو و بعد میگی که هم شمول است. نه من بحث کسایی که شما میگید دزدی کردن و چور و چپاول کردن را نمیزنم. من بحث مردم افغانستان را میگم. شما فکر میکنید که این نظام بگو کدام شخص نیست که هم شمول نیست؟ یک نفر بگو که این نیست هم شمول نیست. نه بحث من روی فرد نیست، بحث من روی اقوام است وکیل صاحب. اقوام دلته ټول په دې نظام کې حق لري. تاجکستان، هزاره، پښتون، ازبک هم شمول څه معنا چې دغه ترخګر چې دا درغلي دي یې بیا باید هم شمول نشه. نه وکیل صاحب بر ما پس حساب کنید یک چند عضو کلیدی امارت را به قول خودتان از دیگر اقوام افغانستان. ملا هیبت الله از کجاست؟ ملا حسن آخوند از کجاست؟ وزیر دفاع از کجاست؟ وزیر داخله از کجاست؟ ملا برادر از کجاست؟ حقانی از کجاست؟ تمام اینها را یک حساب کنید، باز سهم دیگه اقوام را مد نظر بگیرید. حساب کردی دیگه حساب کو که ازبک و درم حساب کو این نامی ازیرم بگیری نه که یادی